سلام دوستان، آیا تا به حال اسم ازوپ رو شنیدید یا به کتابی به نام افسانه های ازوپ برخورد کردید؟ در این برنامه سعی داریم شما رو با یکی از نویسندگان بزرگ قبل از میلاد به نام ازوپ یا ایزوپ یونانی آشنا کنیم. به قول هرودوت ازوپ همدوره با کوروش کبیر بود. از مردم سارد بود، غلامی زرخرید بود که با واسطه درایت و هوشی که داشت اربابش اونو آزاد کرد. و ازوپ تعدادی افسانه نوشت که عده‌ای میگن 204 تایه، عده‌ای میگن 306 تایه. تمام این افسانه ها مثل کلیله و دمنه از زبان حیوانات بیان میشه و جنبه اجتماعی سیاسی داره و چون این قصه ها معمولاً و این افسانه ها معمولاً جنبه سیاسی داشت و داره، از قدیم گفتن زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد. تو یکی از افسانه هاش به مردم دلفی حمله میکنه و مردم دلفی اونو میکشن، یعنی از یک کوه به پایین پرتابش میکنن. در ضمن میخوام این نکته رو یادآور بشم که عده‌ای ازوپ یا ایزوپ رو همون لقمان حکیم خودمون میدونن، البته عده‌ای از محققین و همچنین بسیاری از شاعرای بزرگ ما مثل ناصر خسرو قبادیانی که روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست رو از افسانه های ازوپ نوشته. عرضم خدمت با سعادتشون که جناب مولوی هم همینطور از افسانه های ازوپ استفاده میکنه. ثنایی غزنوی هم از افسانه های ازوپ استفاده میکنه و یک سری از این حکایات رو به رشته به نظم در میاره. و اما در اینجا به خاطر اینکه از برنامه خودمون، از موضوع کانالمون که یه موضوع سیاسی دور نشیم، من تصمیم دارم 2 تا از افسانه های ازوپ رو که بسیار هم مشهور هستن و من در نسخه های بسیار قدیمی، خیلی خیلی قدیمی با این 2 افسانه برخورد داشتم، شاید نزدیک به 30 سال پیش با این 2 تا افسانه رو تو این کتاب خوندم. میخوام این 2 تا افسانه رو برای شما تعریف کنم. افسانه نخست اینطوری که یه روز توی یه برکه تعدادی قورباغه زندگی میکردن. اینا یه شب انجمنی تشکیل میدن و میگن که ما هم باید پادشاه داشته باشیم، مثل آدم ها که بر روی زمین پادشاه دارن، مثل حیوانات جنگل که پادشاه دارن و پادشاهشون شیره. پس تصمیم میگیرن پیش خدا برن. اونا قاصدی رو پیش خدا میفرستن و به خدا میگن که ما یک پادشاه میخوام، برای ما یه پادشاه بفرست. خدا میگه خب برین به برکتون، من براتون یه پادشاه میفرستم. و بعد از چند روز یه تیکه چوب یا یه کنده بزرگ رو از آسمون پرت میکنه توی برکه‌ای که این قورباغه ها زندگی میکردن. ابتدای انفجار شدیدی از آب بلند میشه و قورباغه ها میترسن، هر کدومشون به یه سمت فرار میکنن. بعد که کنده جای خودش قرار میگیره، یواش یواش قورباغه ها بهش نزدیک میشن و بعد از 2-3 روز
سوار این کنده میشن، کنده‌ای که پادشاهشونه، یعنی سوار پادشاهشون میشن. بعد بهانه‌های مختلفی میارن که نه این چه پادشاهی، پادشاه ترسوی زشت نادانی، این به درد ما نمیخوره، باید بریم پیش خداوند و بهش بگیم یه پادشاه با جبروت و با ابهت برای ما بفرست. جالب ترین نکته اینه دوستان در این افسانه که کنده درخت محلیه که قورباغه میتونه از گزنده هایی مانند مار که طعمه مورد علاقه شون قورباغه است در امان بمونه. پس اینا اون پادشاه واقعی رو پس میزنن، دوباره قاصدی پیش خداوند میفرستن و از خدا میخوان که یه پادشاه با جبروت، با هیبت، با شکوه و زیبا برای ما بفرست. این چیه فرستادی بابا؟ خدا میگه برین به برکتون، من یه پادشاه با جبروت، با هیبت و با شکوه براتون میفرستم. و بعد از چند روز لک لک رو میفرسته. لک لک غذای مورد علاقش قورباغه. به محض این که وارد برکه میشه اتباع خودش رو یکی یکی شروع میکنه به خوردن، به طوری که حتی یک قورباغه توی اون برکه باقی نمیمونه. و عذب در انتها چنین نتیجه میگیره: هر ملتی لایق حکومتی است که دارد. و اما افسانه دوم اینطوری شروع میشه که یک روز روباهی در جنگل داره میره. این روباه پاش توی یه مرداب گیر میکنه، توی لجن و کثافت گیر میکنه، خیلی سعی میکنه که بیاد بیرون ولی میبینه میسر نیست. پس سرشو میذاره زمین و تسلیم قضا و قدر میشه، میگه به هر حال اینجا جاییه که من باید بمیرم. 2-3 روزی میگذره، بعد از 2-3 روز کنه ها و پشه ها و زالو ها میریزن دوربر اینو، خون اینو میخورن و حسابی سیر و فربه میشن. بعد از این 2-3 روز یه خارپشتی داره از جنگل رد میشه و این روباه بیچاره رو میبینه که افتاده توی مرداب گیر کرده، نمیتونه بیاد بیرون و کنه ها و شپش ها و زالوها خون اینو دارن میخورن. دلش به رحم میاد، دلش به حال این روباه میسوزه، میره پیش روباه و میگه من با این جثه کوچکم نمیتونم تو رو از این باطلاق بیرون بکشم، ولی به من اجازه بده این کنه ها، شپشا و زالوها رو بخورم تا دیگه خونتو نخورم. روباه در میان حیوانات مظهر زرنگیه و یه نکته بسیار جالبی رو در اینجا بیان میکنه و اون چیه؟ میگه نه، این شپشا، کنه ها، زالوها انقدر از خون من خوردن که سیر و فربه شدم و دیگه بیشتر نمیتونن بخورن. اگه تو این کنه ها و شپشا و زالوها رو از بین ببری، کنه ها، شپشا و زالوهای تازه تری میان که بسیار گرسنه و حریصن و مابقی خون منو اینا میخورن تا حدی که من بیفتم و بمیرم. و مراد چیه؟ باز عذاب چی نتیجه گیری میکنه؟ نتیجه گیری میکنه بگذار اونهایی که بر تو حکومت میکنند حکومت کنند، زیرا آنها آنقدر از خون و مال جان تو خورده اند که سیر شده اند.
اگر آنها را به کناری بزنیم، کسانی می آیند تشنه، گشنه و حریص برای جمع آوری مال و دارایی و ثروت و باقی آنچه را که داری، آنچه را که یک ملت دارند از آنها میگیره و میخوره و چیزی دیگه از اون ملت باقی نمیمونه. خب خدا نگهدارت.